بچه میاد میگه ماما من اسب میخوام، برای من اسب بخریم. مام بابا چیکار میکنن؟ یا میگن نه اسب مال پولداراست، اسب گرونه، ما که پول نداریم حالا اسب بخریم. اصلا اسب خریدیم استبل میخواد، شرایط نگهداری میخواد. حالا اگه هم مام باباها بیان بگن مامان از چی اون اسب خوشت اومده، بعد بچه شروع میکنه بگه آره مثلا دوست دارم نوازشش بکنم، دوست دارم روی یالش برس بکشم و شروع میکنه تعریف بکنه. یهو میبینی بچه 10 دقیقه در مورد اون اسب صحبت میکنه. بچه اتفاقی میفته، بچه تخلیه احساسی میشه، تخلیه اطلاعاتی میشه. یهو میبینی اصلا فرداش هم دیگه در مورد اون اسب اصلا صحبت نمیکنه. ولی وقتی ما بهش میگیم نه تو نمیتونی اسب رو داشته باشی، اصلا اسب نه هر چیز دیگه ای رو داشته باشی، تو نمیتونی بخری، ما الان پول نداریم، تو الان شرایطش رو نداری، اون باور حس محدود کننده و حس بد نسبت به پول رو ما توی ذهن بچه‌هامون میسازیم. وگرنه انسان آزاد میتونه فکر کنه که هر چیزی رو داشته باشه، حتی اگر اون رو نتونه بخره.